سلام دوست خوبم. من اومدم با یک کلیپ خفن و پر انرژی تا بهت یاد بدم با چه تکنیکی ذهن عشقتو بخونی. آخه من از کجا بدونم عشقم راجع به من چی فکر میکنه؟ چجوری میتونم این مغزشو باز کنم؟ این تو رو ببینم. تکنیکی که امروز میخوام بهتون یاد بدم تکنیک روانشناسی رنگ هاست. یه دونه سوال هست، یه سوال خیلی خیلی عمیق. اگر اینو زمانی که حواسش نیست و خیلی غیر منتظره، یعنی مشغول یه کار دیگه است، یه دفعه میای بغل گوشش ازش میپرسی، ناخودآگاه میبره تو ضمیر پنهانش و جوابو از اعماق ضمیرش میکشه بیرون. حالا این سوال چیه؟ اگر قرار بود من یه رنگ باشم، چه رنگیم از نظرتون؟ فهمیدین؟ پس ازش بپرسین اگه من قرار بود رنگ باشم منو چه رنگی میبینی؟ بین رنگ‌های اصلی یه رنگو همون لحظه بهتون میگه. حالا معنی که اون رنگ داره کاملا نشون میده که راجع به تو چی فکر میکنه. اصلا تو رو یه آدم وفادار میبینه یا نه؟ حالا بریم سراغ معنی تک تک رنگا. خیلی خوب گوش کن. میخوام نکاتی رو اینجا بهت آموزش بدم که زمانی که رنگ مورد نظر از دهنش پرید بفهمی که طرف اصلا تو رو چی میبینه. این که بخواد باهات ازدواج کنه، این که بخواد باهات بمونه، وفادار باشه، اینا همش برمیگرده به اون شخصیتی که از تو توی ذهنش ساخته. حالا تو چجوری میتونی بفهمی؟ با همین سوال. زمانی که مشغول انجام یک کار خاصی بود، خیلی بی هوا ازش بپرس. البته پسرا شاید اکثرا بگن صورتی به مسخره، ولی جدی ازشون بخواین که ببینین واقعا شما رو صورتی میبینن یا نه. خب میریم سراغ رنگای اصلی. سورپرایز دارم بچه‌ها. اول از رنگ قرمز شروع میکنم که همتون فکر میکنید قرمز رنگ عشقه، در صورتی که اشتباه میکنید. قرمز رنگ شهوت و هیجان و جذابیت زیاده و شور زیاد. اگر پارتنرتون بهتون بگه من تو رو رنگ قرمز میبینم، یعنی این که توی رابطه خیلی براش جذابین و یا خیلی راجع به رابطه با شما فکر میکنه. رابطه که میدونید چی کدوم رابطه رو میگم. رنگ قرمز اینه. رنگ قرمز یک کمی هم توش استرس داره، یعنی ممکنه خیلی بهش گیر بدین یا ممکنه ترس از دست دادن شما رو داشته باشه. قرمز رنگیه که توش شور و هیجان هست، ولی از طرفی هم تهش یکم استرس غالبه و اینکه بسیار براش جذابه. رنگ قرمز رنگیه که بسیار جذابیت رو میبره بالا. شما فکر کن یه روش قرمز بزن، رنگ پوستت هر چی میخواد باشه، یه لباس قرمز بری توی مجلس همه به تو نگاه میکنن. مثلا یه قرمز ببینتت یعنی براش خیلی جذابی نسبت به آدمایی که توی زندگیش تا الان دیده. رنگ بعدی آبی. اگه بهت بگه، من بچه دقیق نوشتم و دارم اینجا هم نگاه میکنم که اشتباه نکنم، رنگ آبی یعنی آرامش. بچه دقت کنین بعضیا حرف میزنن آدم نگاهشون میکنه خوابش میگیره. من یه چرت بزنم، خیلی خوبه. این حسو از شما میگیره: آرامش، اعتماد و عمق احساس. یعنی زمانی که کنار شما بخنده یعنی ته خندش میده. کنار شما گریه کنه یعنی ته. یعنی آدمی هستین که خیلی خودشو به شما نشون میده، خود واقعیشو. پس اگر گفت من شما رو مثلا من تو رو رنگ آبی میبینم، بدون که خیلی میتونی روش تأثیر بذاری، چون احساساتش نسبت به تو عمیقه و آرامش داره. کسی که تو آرامش داشته باشه خیلی راحت تصمیم میگیره، خب برم ازدواج کنم، خب برم رابطه رو جدی کنم. ولی کسی که تو استرس و استراب و چه کنم باشه، اصلا به جدی کردن رابطه فکر نمیکنه. این نکتهش بود، نکته اصلیش این بود. پس رنگ آبی خیلی خوبه، نماد آرامشه و همچنین
عمق احساس، یعنی میتونی بری قشنگ ضمیرشو تغییر بدی، یه کار کنی، یعنی هر چی بگی همون میشه. اینجوری بهت بگم از نظر روانشناسی رنگ ها بچه‌ها دارم اینو میگم، از خودم نمیگم، اینا رو من نوشتم. رنگ بنفش، رنگ بعدی بنفشه. اگر بنفش ببینتتون یعنی خیلی خاص میبینه شما رو و تک، یعنی شاید جوری که شما رو میبینه تا حالا دختر دیگه و پسر دیگه رو اونجوری نمیدیده، منحصر به فرد میدونه. مثلا طرز لباس پوشیدنتون و ست کردن لباساتون و این که به شما یه کاری رو میتونه بسپاره و شما اون کار رو به نحو احسن انجام بدید. این میشه رنگ بنفش. و همچنین رنگ بنفش رازآلود بودنه. بچه هر رنگی که معنیش رازآلود باشه یعنی این رابطه ادامه دار میشه. رازآلود بودن یکی از کلیدهاییه که باعث ماندگاری رابطه میشه، یعنی همیشه براش جذابی، همش میخواد کشفت کنه، همش دنبال اینه که ببینه الان داره چیکار میکنه، الان کجا رفته، یعنی میخواد کشفت کنه. رازآلود بودن خودش خیلی خوبه، یعنی بد نیست. پس بنفش یعنی خیلی خاص و تک و همچنین رازآلود، رابطه ماندگار. رنگ بعدی زرد. اگه زرد ببینتت معنیش یعنی شادی، انرژی مثبت و خلاقیت. بعضی دیدین توی رابطه خیلی خلاقیت نشون میدن، مثلا یه کادو خیلی خاصی میگیرن که هر کسی اون کادو رو نمیده. این خودش باعث میشه که خیلی برای طرف جذاب باشه. یعنی اگه شما رو زرد میبینه یعنی اوج شادیش با شماست، یعنی از اوناییه که اگر با دوستاشم باشه بخواد خوشگذرونی کنه دوست داره شما هم کنارش باشی، یعنی اینکه شما رو یک همراه و یک همدم خیلی خوب میدونه. و اینکه اگر شما رو رنگ زرد میبینه یعنی اینکه هر اتفاقی تو زندگیش بیفته خیلی امکانش هست که به سمت شما بیاد. چرا؟ چون شما دلیل شادیشین. میاد. دیدین آدما که غمگینن دنبال اینن شادی رو یه جا پیدا کنن، خوشحالی رو یه جا پیدا کنن، خوشحالی رو درون شما پیدا میکنه. آدمیه که همیشه اگه برم برمیگرد. حس خوشبختی. مورد بعدیه که راجع به رنگ زرده، خورشید زندگیش، یعنی شما رو خورشید زندگیش میبینه. رنگ بعدی نارنجی. خیلی کم پیش میاد که بگه نارنجی میبینمت، ولی خب اگه بگه یعنی ماجراجویی، هیجان و گرمای رابطه خیلی زیاده. این هم یکم به رنگ قرمز نزدیکه، ولی شما مراقب باشین از اون رنگ هاست. سبز، برعکس چیزی که همه فکر میکنن رنگ عشق قرمزه، عشق سبزه. این برگا رو میبینین پشت من؟ اینا سبزن، اینا اکسیژن میدن، ما میکشیم دی اکسید کربن میده بیرون. یعنی این که قلب من داره میزنه این اکسیژن از هوا است که میره این تو پمپاژ میشه. قلبم که میدونین دیگه مرکز عشق، نزدیک تیموس، غده تیموس. سبز چیه؟ عشق. اگر شما رنگ سبز ببینه یعنی دیوانه وار عاشقتون. سبز یعنی زندگی، زندگی هم یعنی عشق. انشالله که همتون سبز باشه. یعنی میپرسین جواب سبز باشه. رنگ بعدی سیاه. من خودم عاشق رنگ سیاهم، ولی اگه شما رنگ سیاه ببینه یعنی این که بسیار رمزآلود و رازآلودید که شانس ادامه رابطه باش دارین، همونطور که گفتم رازآلود بودن، ولی از یه طرف هم غمگین بودنه، یعنی ناراحته کنارتون. میشه اینجوری گفت. از نظر روانشناسی اینجوری ها، از نظر شاید قانون جذب بیاد دیس کنه بگه آقا مثلا همه چی سیاهه، کوانتومه دیگه، ولی روانشناسی رنگ ها اینجوری تعبیرش کرده. سیاه گفته غم و اندوه هم میشه، مثلا شاید ناراحتش میکنه، یا یه حس بعضیا که حس قربانی بودن دارن، این هم میتونه ازتون بگیره. یعنی خیلی میایید از خانواده‌تون بدگویی میکنید پیشش، خیلی میگید من بیچاره‌ام، من بدبختم، من خیلی سختی کشیدم، من خرج خونه میدم، مثلا من اینجوریم. بعد اون طرف فکر میکنه شما یک قربانید،
اینم هست که رنگ سیاه میبینتتون. پس اگر گفت من شما رنگ سیاه میبینم، سعی کنید روی عزت نفس و اعتماد به نفستون کار کنید. یعنی عزت نفس شما جلوی چش اون آدم بسیار پایینه، متاسفانه. این تحلیل روانشناسیش بود. و همچنین سیاه زیاد فکر کردن بهتون همیشه، یعنی ذهنش خیلی درگیرتونه، در طول روز خیلی بهتون فکر میکنه. و همچنین احساساتش هم مثل رنگ آبی عمیقه. رنگ بعدی سفید. معنی اسم من سپیده، سفید. پاکی، صداقت و شروع تازه. یعنی اگه شما رو سفید ببینه خیلی دوست داره باتون زندگی تشکیل بده. اصلا شروع هر چیزی رو با شما میخواد، زندگیشه، بچه دار شدنشه، شغلشه، اصلا میخواد با شما همکار باشه، یه جا کار کنه. و شما رو بسیار پاک میدونه، وفادار میدونه. و همچنین صداقت، یعنی انقدر به شما اعتماد داره شما 10 تا دروغ هم جلوش بگی فکر میکنه که همش راسته. البته که کسی که شما رو رنگ سفید میبینه از قبل یه مسائلی پیش اومده که بهش ثابت شده که شما صادق هست. و میریم سراغ رنگ آخر، صورتی. من اصلا تحلیلی برای این رنگ ندارم. نه شوخی کردم. اگه گفت رنگ صورتی درجا بلاکش کنی، ریپورتش کنی. پسر بودا، دختر مشکل نداره، ولی اگه پسر بود بلاک، ریپورت، دیلیت. شوخی کردم بچه. اگه رنگ صورتی ببینه یعنی باهاتون خیلی صمیمیه. رنگ صورتی از صمیمیت میاد، نوستالژی کودکان است. یعنی حس کودک، اون حسی که یک بچه بدون اینکه با مشکلات بزرگ زندگیش مواجه شده داره، اون حساب شتون داره. یعنی حتی ریز و بم زندگی خوشم میاد به شما میگه، انقدر بهتون اعتماد داره. صورتی نماد اعتماد، نماد صمیمیت، لطافته. یعنی زنانگیتون خیلی بالاست. اگه شما رو واقعا رنگ صورتی ببینه، زنانگیتون خیلی بالاست. نشانه بسیار عالی رنگ صورتی. دیگه رنگای دیگه هم که اگه گفت لاجوردی و نمیدونم اینا دیگه حساب نمیشه. بگو که از رنگ اصلی لطفاً. مثلا یه دفعه من تو رو یشمی میبینم عشقم. نداریم یشمی. امیدوارم که این ویدیو رو خیلی دوست داشته باشین. بازم بهتون از این تکنیک‌های خفن توی ویدیوهای بعدی میگم. نظرتو کامنت کن. همین الان من بو رنگ مورد علاقت چیه؟ کامنت کن. لایک کن، سابسکرایب یادت نره. خیلی دوستتون دارم. موفق باشین.